سردارم آخر ما چی میکنیم؟ فکر نمیکنم که در اینجا خزینه باشد. در سرم فکرهای هر خیلی هست اما نمیدونم چه شهر دیم. قبرتان رو میکنید. تونچهر از دهان تو هم شکر میریزد. بسیار گپ نزنید. زودتر کنید. وقت رفته ایستاده است. آخر من یک چیز را نفهمیدم. آیا ما درست میکنیم؟ سردارم قبله کدام طرف است؟ همین طرف ممکن باشد. نه اینطور نمی شود. من طرفی قبله پا دراز نمی کنم. من هم والله بهتر از چنین کنیم. آها. با من نگاه کنید. کعبه را بر سرتان چپه میکنم. حتما یک روز می آیی. آقای تونچهر مرگ دری همه را میکوبد. از دستی اجل گریختن نمیتوانی. یک طرفیست. کارت را کن. چه شد؟ مزه شطه دیروز خورده از یادت نرفته است؟ کاری عجایب ها؟ خمار مشت ضربه نیست. عجایب بوده است. گوش کن. عصبی هم کردی. وقتی خاک بر توی گپ میزنیم. تمام نشده است. حاضر تمام میکنیم. نجیب مرا به یاد آوردی؟ نه باید به یاد بیارم. چقدر انتظار شویم؟ آقای کبوتر 160 خلطه بار کردیم. 60 خلطه دیگر مونده است. احتیاط کنید. این بار $1,000,000 ارزش دارد. در این بحران میلیون کم نیست. شکر کنید. با دقت باشید. الو نجیب سردار ممکن؟ تلفنش خاموش است. نیست؟ کی است؟ مایلش بخریده. کمیسر اکای تیمور زنگ زد. تاجیلیست. کنی به من ده. الو؟ یا با نجیب سردار و یا یکی تاجیلان باید صحبت کنم. بخیر است؟ ناش اجالبان امروز دادو گرفت دارند. یک کار کرده این معلومات را رسان. حاضر ماشین ها میبرایند. دیروز باز از هر دویشون خبری نیست. بگو اکا در کجایی؟ حاضر من وقت زیاد ندارم. الو ای خدا. سلیم مال تیار. میرویم آقای کبوتر. تیمور در کجا باشد؟ کدام نشه جلابان؟ خودی کبوتر نباشد. نجیب زود جواب نده. یک تخمین کن. اندیشه کن. به یادم آمد. البته تو حضرت امام هستی. شکر که امام آوردند. ندانستی. خوب نگاه کن. ممکن شناسی. 30 سال شد که یکدیگر رو ندیدیم. خوب شده است. با آدم نیک هم مانند نیستی. تو هم بدک نیستی. آدم مگر دادرش رو نمیشناسد. دادر؟ تو فاروخی؟ آرام. تو کندن را دوام ده. با همین بر سرش زنم میگویم هیچ نباشد اقلا با آرمان نمیروم. شکر که به یاد آوردی. فرزند کهیان خودی فاروق هستم. دیگر شده ای؟ آب که از سر گذشت نجیب. یک وقتا در ده مرا مسخره میکردید. حتی اسب را امانت نمیدادید. بیا حاضر ببین. یک دولتی کلان را به من امانت دادند. به قدری میدانستم این دولت به ما امانت است. تو خدا دار که گمان کردی. معلومه شد که آدمی در دیسک بوده تو بوده ای. همین خطاله بلندی کرد. تو فاروق بوده ای. برادر فاروق.
تو فرزند بیگانه نبودی. با تو همه چیز را، نان و آب را برابر تقسیم کردیم. پدرم تو را چون فرزند خود دوست می داشت. از من جدا نکرد. تو چیکار کردی؟ همه را سوزاندی. در اصل خودت را سوزاندی. آن روزها گذشت نجیب. فراموش کن. امروز حقیقی است. ببین، در آینده نقشه فتح کردن دولت بزرگ است. در عاقل خواب است و خواب پادشاه شدن را میبینم. تو به همین مانندی. میخواستم که نشسته گذشته را یاد کنیم، اما وقتی خرید و فروش رسید. من باکی ندارم. هر آینه بعد فاصله میمیری. 200 کیلو کوکائین دارم. همان را میفروشم و بس بودگیست. خیلی لکیدید. کندن را دوام دهید. زود. حاقان گوش کن. لبای خیری. تیموری ما با پینهانکاری گذاشته بود 1-2 ماه پیش. کاری نشه جلابی. ها یگون چی میدونی؟ کدام گروه باشن؟ معلومات داری؟ والله که این کارو اکی نجیب با شعبه زیدی نشه میبرد. از حد زیاد پنهانی است. یک اکی نجیب میداند. دانت هم سرکمیسر یگید میداند. نخو. با خیر است؟ نه چی کار میشد؟ تشکر با سلامت باشی. باید این کار رو حل کنم. رانا رو پرسم. فکر خوب. الو رانا یک چیز رو پرسم. مرحمت خیری. 1-2 روزی آخر تیمور با تو زنگ زده بود؟ نه چند روز با زنگ نزده است؟ نخواه. چرا یگون واقعی روی داده است؟ هیچ گپ نشده است. گوش کن، تو خود پلیس هستی. اگر کار شده باشد هیچ چیز نشده است. خیری مرا دیوانه نکن. به دستم افتی میدانی با تو چیکار میکنم؟ گفتم هیچ گپ نیست. باید خاموش کنم تا دیدم. چرا با من زنگ زد؟ با تیمور ناخوشی روی داده باشد. بار بعد لحظه همینجا می شود. داد و گریف می کنیم. آدمان مسئول مال را توسط کشتی به هالند می برند. نترسید، یکان چیز نمی شود. کسی که به زانو زده التماس کند بیرون می برارمش. تو چی مرا به خودت مانند میکنی؟ من تنها نزد الله خم میشوم. نسبت به نزد تو بر این پلید خم شدن راست ایستاده مردن اولادتر است. 200 کیلو صاف باشد، بعد گپ میزنیم. با یغماگران سر و کار داری. تجارت است. نمیفهمی مگر؟ آن مالها را باشد برده به اروپا میفروشند. پس آن سلاح میخرند و بعد با آن تیر و توپ فرزندان وطن را نیست میکنند. آنها پولی خوب میدهند. به این هم سلاح را ما خودمان میفروشیم. یعنی بازی جالب. دین و ایمانت پول شده است. یک روز خودت بازی خواهی شد. احتیاط کن. تو از کودکی همین خیل بودی. دائما دنبال حقیقت. جای اعتراف است. من از این فعلت ناراحت می شدم. زود کنید. زود باش. خودش چی گپ؟ اینها کی آیند؟ این دو پلیس بیچاره که در قبر کنده خودشون گور می شوند. پلیس؟ دو خیال پرستی که بر مقابل ناحقی مبارزه می برند. نجیب و یگید. نجیب و یگید؟ چرا اینقدر حیران شده ماندی؟ حیران نشدم.
بلکه خرسند شدم. با این 2 نفر حساب کتابی گذشته ای دارم. نجیب مرا 4 سال زندانی کرده بود. لبای الو آقای کبوتر امروز داد و گرفت دارید؟ بله، تو از کجا میدانی؟ در میان شما پلیسی هست. چه؟ چخل؟ خیری شدی از نه از نو من به خالم سلام گوی. چرا میگویی؟ چخلی از نو خالا؟ یگان گپ شد زنگ میزنم. من خودم حل میکنم، پروا نکن. با کی گپ زدی؟ با یزنه اپا؟ یزنه و خوله و عمه و توبه، بر شما سوال داده هم نمیشود. گفتم که هیچ گپ نشده است. نجیب سردار و یگیت همین جویند؟ نیستند. کسی در کجا بودنشون رو نمیدوند. ما هم نمیدونیم. ممکن در ادای وظیفه اند. آخر به دست افتادند. چقوری زیاد لازم نیست. خاک پوشاند بس است. مال تیار است؟ تیار است آقای فروخ. مال خوب است آخر؟ خیلی خوب است. سنجیدن خواهی بیارم. مالی را که خودم استفاده نمیبرم نمیفروشم. اخلاق تجارت همین است. من از ماشین میگیرم. ما هم از این کار با خبریم. تو ایستو، من میارم. بازم چخورتر کنجهایش را. الو تیمور گپ میزند. پیوست کن. الو، خیری مرا گوش کن. نجیب سردار و یگید به دست نش اجلوبان افتیدند. خونها را کشتنیاند. عملیات نشب تاخیر گذاشته شود. بچه ها را جمع کرده بیایید. در چتالجه ایم. شد، فهمیدم. تلفنم افتید. بردنت شرط نیست. آقای کبوتر داشته است. در حقیقت مالی با صفت بوده است. اگر خواهید شما هم مزه‌اش را چشید. پیش از مردن راحت کنید. نه، ما نمیگیریم. پیش از چشیدن شربت شهادت ما دهانمون را حرام نمی کنیم. گیر این را سلیم. تو هم مزه‌اش را چش. بلا زند. وقتی تلفن است مگر. مرحمت. کسی باشد انتظار شود. الو، من کار دارم، زود برمیگردم. به خدا تو چی شدنش را به من نگویی. به هیچ کجا نمیروی، فهمیدی؟ هیچ گپ نیست، باید زنگ زنم. از همینجا زنگ زن. در بلا موندیم کو. چی به من چسبیدی؟ تو امروز کار بار نداری؟ نه. کلی تلفن را به من ده. تو با کی پنهانی گپ میزنی؟ یا خدایا، تو کودک بری به من مرا ده. بیهوده خبرنگار نکردن. تو چیزی را پنهان میکنی، فهمیدی؟ رانو حاضر تو رو میرنجونم، به من ده میگویم. سرده. زود میبرایم. جمع کنید میرویم. وقتی انتظاری هم تمام شد. تو نه، تو با من بیا. سلاحت را به سلیم ده. باز این برای چی؟ گپ نزنده.
سلیم به سر هر دوشان زن و رفتیم. مایلش برادر نجیب به آخری راه آمدیم. افسوس که حال پرسی هم نکردیم. خیر در آن دنیا بسیار صحبت خواهیم کرد. فکر نمیکنم. انشاءالله در آن دنیا راههایمان فرق میکند. لباس گرم نپوش. معلوم است که در جای گرم پیش ازت میگیرند. یک چیز دیگر را اعتراف کنم. پدر سئیس ما را به نماز جمعه می برد. تو زود می دویدی. من دائما می گفتم که بیمارم. یک بهانه می گفتم. اگر می رفتم هم به طهارت نماز می خواندم. در وجودت کمی هم باشد خونی ما هست. الله با حرمت آن خون کمی مرحمتت می کند. دیر می کنیم. یگید با تو کفن تیار کرده بودم. افسوس وقتم نیست. سگ بچه تو در کجا تربیت گرفتی؟ نمیدانی که شهیدها با لباسهایشان دفن میشوند ها؟ و منسایگی نکن. دور شو. زود. رنا دردی سری من شدی. خیری آنها کجا شدند؟ به کدام سوراخی در آمدند؟ چند ساعت شد که از آنها خبری نیست. شما از کجا پیدا شدید؟ از آسمان فرآمدم. یگان گپ داری؟ اپا او چیزی را پنهان میکند. با تیمور چیزی شده است و نمیگوید. من میدانم چه خیلی او را به گپ در آمد. آرام باشید. شینید اینجا. این طرف گذارید. هیچ چیز نشده است میگویم. تا شام همه چیز معلوم میشود. خاطر نشوید. آرام باشید. کنی در را کشو. دوصد خلطه 1 کیلویی. خیلی خوب. داد و گریف که شد جشنش از حساب من. این آدم چرا انتظار است؟ چرا تا حال آنها را نکشته است؟ تونچر شما را میکشد گفته ترسیدم. سردارم چی کار میکنیم؟ دیگر علاجی نیست. آنها نگاه دارند. چی کنم؟ آرام. چی؟ مجبور هستی که پرانی. پران زود. هرگز نمیپرانم. نمیتوانم. تیمور زودتر باش. سردارم بهتر شما گریزید. به عقلی مکن تو را میکشند. مالهای درون ماشین بوده نباید از مرد بیرون براید. این از حیات همون مهمتر است. نمیتوانم. میتوانی. بعد آنها را دستگیر میکنی. همش همین. و تو امر میدهم. اوبین به این طرف نگاه دارند. پران زود تیزتر. شما باید یک چیز رو دانید. تونچر یک رفته بین سلیم چرا انتظار است؟ با جان و دل. زود باش زود باش. اگر تو نپرانی این دیوانه حرامی ما را میکشد. پران بهترش از دستی تو بمیریم. زود پران. زود باش تیمور زود باش. شد بیا. گوش کن مرا. اینجا مانده آنها را گور میکنی. ماشین هم داری ها؟ هست آقای فراخ. خب بعد با ما همراه میشوی. تونجر تو با 2 نفر ماشین مال را بر.
چرا اینقدر دیر کردی؟ حسابمون رو برابر کردیم. گوش کردن زاری هایشون خوشم آمد. بیا رفتیم همه با ماشین ها. چی شد خیری؟ دیگر طاقت ندارم. نجیب سردار در کجاست؟ اول در کجا بودنی تیمور رو گوید. رانو، تیمور در وظیفه پنهانی است. تنها مدیر و نجیب سردار میدوند. نامش هم مخفی است. دانستن همه ممکن نیست. نیازی چی میگویی؟ نیازی کاری تعجیلی دارم. التماس مرا از پی هنر و رانو خلاص کن. 2 دقیقه شین من میآیم. من هم کار دارم. خوش آمدی اپای هنر. خوش نآمدم. آها خدایا این کار جدی برینا. جنازم نکردند بدین رفتند. های دار دیریدا دار دیریدا دار های دار دیریدا سردارم با فکرم این منکر است لیکن نکیرش کجاست؟ نکیر امروز استراحت بوده است. شما نمردید؟ با ما باشد مردیم، لیکن این آشنا همان جا نغمه کرد. دوباره گرداندن. سردارم برای اجرای فرمان ها آمادم. رفتن نشه جلابان رو دستگیر کنیم. تلفن داری؟ هست. در کجا؟ انا زود پیش درو. سردارم به کسی اون نمیتوانم. راه گرد. زودتر. تونجر ما در اینجا جدا میشویم. یگان کمبودی نشود. میلش احتیاط شو. خواطر نشوید. همش خوب میشود. کبوتر آنها نیمی پول را نقد دادند. در همین وقتی بحران پول خوب دادند. لبای الو سلام آقای کبوتر. در بینتون پلیس هست. چه پلیس؟ چه ها میگویی؟ چخیل؟ درستر گپ زن. به من ده. من فرخ. خودش چه گپ هست؟ الو آقای فرخ، نو خبردار شدم. از شعبه مدد در بینتون پلیسی در آمده است. نامش تیمور. شکل و شمایلش چه خیل است؟ قدش 1.80، موی سرش کم ریش دارد. عملیات را هنگام داد و گریفت شروع کنید. تمام گروه ها را خبردار نماید. تمام. باز این دردی سر از کجا پیدا شد؟ برادر مگر تراکتورت را از سری راه نمیگیری؟ زودتر گیر. همین که تمام کردم میگیرم.
التماس زودتر باش ای برادر، زودتر باش. ای برادر، باز از کجا پیدا شدی؟ گیر اصلی رو، گیر زودتر. فکر میکنم کی بودنش را تخمین کردم. بخیر است آقای فرخ؟ در بینمان موش است. پلیس میگوید؟ حیف شده. شما از کجا میدونید که داد و گریف آنجا میشود؟ حاضر دوستانت را دستگیر میکنیم. ما را دیدن پس احوالشان چی میشده باشد؟ یعنی در بینمان پلیس بوده است. کی باشد او؟ حالا ایستادیم. آدممون در امنیت کفت و کوب دارد. همین که انیق کرد خبر میدهد. پس داد و گریف در خطر است؟ نه هنوز. آنها مال را تعجیلا انتظارند. لیکن باید مطمئن باشیم که مکان را پلیس میداند یا نه. باید چیکار کنیم؟ آن طرفش را به من ماند. سردارم کبوتر زنگ میزند. جواب ندهد شبهه میکند. گوش کن. تلفن را بردار و آدم بر این گپ زن. یگان خطا کنی مینه سرت را در جای نشستت پاش میدیم. الو لبای آقای فرخ. چی کار کردی؟ پلیس ها را گور کردی؟ بله آقای فرخ، هر دویش را گور کردم. حاضر در پیشانت تپانچه است؟ بله، در راه هم آماده ایستادم. جای داد و گریف را میدوند؟ بله، در وقتش هم اونجا میشم. آفرین، یک دیگه فرمی چیزی خوب است. سردارم این بچه خوب بوده است. کبوتر تو را با پلیسی که بینمان در آمده است شناخت میکنم. آقای تیمور این کبوتر یک تو به ناموسی نوکس ایسته چخلی پلیس از کجا برآوردید این گپو؟ نجیب و یکی زندان، لیکن جزای این کارت گران می شود. مالمون چی می شود؟ تنجر را تلفن کرده کار را تأخیر گذارید. پلیس در راه است. مال را از دست دهیم ضرر جدی می بینیم. سلاحش را بگیر. گرفتم. سلام، مال را آوردید؟ همش 200 کیلو. میخواهم پول رو بینم. بیار. $500,000 نیمش را پیشتر داده بودیم. مال را دیدن میخواهم. آقای کبوتر زنگ میزند. کمی ایستاد. نمیبینی کار کرده ایستاده. مال تازه، نو یکم. پیوسته زنگ میزند. انتظار شود.
با شما کار کردن کیفیت دارد. همیشه تیاریم. التماس جواب دید آخر ما رو جمع میکند اکا. این تلفنی تام یک لحظه. آقای کبوتر زود از آنجا گم شوید. در بینمان پلیس بوده است. دستگیر میکنند. پلیس؟ چی شده است؟ گریزید پلیس میآید. پلیس! همین گیره سلاح را گیره پرونه. تسلیم شوید پلیس. شما فرمان بدیم تسلیم شوید. تسلیم شوید. زمین. همه به زمین. تسلیم شو. تسلیم شو. زمین. زود به زمین. به زمین. به زمین. دیگرها کجایند؟ گپ زن. فاروق و کبوتر کجاست؟ آنها ناآمدند. کبوتر مالتان در دستمون. حاضر برای دستگیر کردن شما میآییم. بلا زند. مال در دست پلیس. فاروق را جیب زن. برادر مرا حیران کردی. چرا انتظار بودی؟ نشه جلابان تنجر و یک چند آدم شما در دستم. قسمشان در دوزخ. دوزخ گفتید؟ جسدها هم است؟ برای تو خوب شد. با تو حساب و کتاب میکنم. بهتر انجام میدهم. حساب این را خواهی داد. تیموری یا سلیمی رفتیم از اینجا. این چه شرمندگی است آقای فروخ. نیمه پول را قبلا دادیم، مال را میگیریم گفتیم پلیس آمد، بچه های ما را کشتند. نقشه ها میخته شدن. خاطر نشید، مال ها را میگیریم. فلان ژورنالیست را به قتل رسانید گفتید، به چشم گفتیم. کانسول را به قتل رسانید، به چشم گفتیم. نوبت ما که شد پلیس آمد. این چگونه کار است؟ راست میگویی. حاضر آرام شوید. ما هم در ماندیم. میانمان پلیس در آمده بوده است. ما هم به پول احتیاج داریم. از عهده کار نبر آمدید. اگر مال تا حالا نرود کله هممون را میگیرند. نترس. از من انتظار خبر شو. همه این مال را گرم به گرم میگیرم. آقای فروخ اینقدر مال را از کجا میابیم؟ مال نو نمیابیم. مال خودمان را میگیریم. این کار را چخیل میکنیم؟ در دستمان تیمور است آخر. کنی فهمیم این آدم برای شو به قدر 200 کیلو را دارد. تجارت است. نامردهای بیناموس با این تجارت افلاسشون پول جمع میکنند. بعد دعوا میکنند که آزادی نیست و در تمام دنیا سر میبردارند. سردارم نادرست نفهمید. من شخصا از همین دیارم. توف به این خیلی انسان ها. این وطنی هم امان است. این به تو دخل نداره سلمان. به این بیناموسان دخل دارد.
ҳазорҳо ҷавонҳоро заҳролуд мекунанд, ояндаи моро барбод медиҳанд, халқро заҳролуд мекунанд ва даъво мекунанд ки миллатро наҷот медиҳанд. рафтем. гӯшкун, ба ту нагуфта будам ки ба зону зада зориву тавалло мекунӣ? чӣ хел наҷот ёфтед? салим шуморо накушт? ту аблаҳ ҳастӣ, тунҷар, аблаҳ ҳастӣ. ту боре ҳам нашунидаӣ ки полисро доран ҳам ҷавонмардон намемиранд, ватан ҳеҷ гоҳ фурӯхта намешавад. ин ҳайвонро гирифта баред. ман наҷиб молро мехоҳам, вагарна теймури рафиқатонро порча порча карда дар халта равон мекунам. шунидӣ маро? гуфтаги ту намешавад. пас ту интихоб кун. занг зада замону маконро бароят мегӯям. молу тунчарро бо теймур иваз мекунем. агар ба ғайри шумо дигаре пайдо шавад, аз оқибати кор розӣ намешавӣ. агар ба ӯ зараре расонӣ, рафтем. чӣ шуд сардорам? ягон воқеа шуд? бале, теймурро фош кардам. бар ивази теймур молу тунҷар аз мо талаб дорам. чӣ кор мекунем сардорам? ҳоло сабр мекунем, бо мудир маслиҳат мекунем, ягон чора меёбем. меравем. рафтем. офарин сардор. ташаккур бачаҳо, ташаккур. саркомиссар, аҳсан ба шумо. бачаҳо, ин муваффақияти ҳамамон аст. то дедан. саломат. ташаккур. саломат бошед. сардорам, худо шифо диҳад. шунидам баробар омад. хайрӣ, ту инҷо бош. мо бо мудир суҳбат дорем, баъдан меоем. фаҳмо? آفرین شیر بچه ها 200 کیلو ککایی. سلام. میدونید این چی معنا دارد؟ سلام. من هم اوید این موضوع با همتایان هلندی من صحبت کردم. محترم مدیر، وضعیت کمی دیگر است. یک کمبودی داریم. چگونه کمبودی؟ طوری که میدانید تیمور در داخل گروه بود. حاضر آنها پلیس بودن تیمور را فهمیدند. چی؟ انا این کاری بد. احوال تیمور چخیل است؟ این حال خوب است، اما آنها بر عوض تیمور مال و تونجه را میخواند، وگرنه تیمور را میکشند. آنها کجایند نجیب؟ چگونه داد و گرفت میکنند؟ باید کاری کرد. برای حل مسئله فکری شما را میخواهیم. این سودا برایمان خیلی گران میافتد. در اصل این سودا مرا هم اذیت میدهد. من با مدیر کول مشورت میکنم. او با وزیر صحبت خواهد کرد. دخترم با مدیر کل پیوست کن. راه کرد، به تو گواهی زیاد دارم. اطاعت محترم مدیر کل. اطاعت مادامی که وزیر دستور داد عمل میکنیم. روزتان بخیر. چی شد مدیر؟ والا مدیر کل فکرم را خواند. محترم وزیر هم فکر است. دیگر کاری نیست. دیگر پلیس از دست نخواهیم داد. اما عملیات پنهانی می شود. وسایط اخباری عامه نداند. کوشش میکنیم مدیر. بعد این کار شب و روز از پیش شده به حبس میگیریم. اکنون تونچر را با 2 دست ادب به آنها میدهیم. در مورد فروش مواد مخدر چشم میپوشیم. همینطور؟ نه هرگز. یگان راه دیگر رو فکر میکنیم. اول تیمور رو خلاص میکنیم. خدا کریم است. با اجازت شما آقای مدیر. با شما اجازت. خدا نگهبانتان. خوش باشید. تشکر. مرحمت. به کرسی بندید.
مرا سردید میگویم. حاضر درونت را با هیروئین پر میکنم، بعد زاری میکنی که مرا به هیچ کس ندهید. حیوانهای بی‌ناموس، خدا جزایتون را دهد. برای ضربه طلایی همه آماده باشید. سردید میگویم، سردید. این نامش در مکتب ها و دانشگاه ها فروخته می شود. بچه ها یک تا تیار کنید. 2 کراته. سردید. خیری چه شد؟ آقای نجیب چرا ما رو دعوت کردند؟ آنا اومدند. آقای نجیب بخیر است. چرا اینقدر تعجیلا دعوت کردید؟ یا اینکه با تیمور یگون واقعه روی داد؟ نه، چیزی رخ نداده است. بیا اینجا گپ زنیم. بیا، اینجا مساعد است. شین. معذرت میخوام خیری، ما یک گپی مهم آخر بگوید، حاضر است دست دو پوره میشوم. میفهمی تیمور ادای وظیفه پنهانی دارد. میدونم، لیکن به کجا رفتنش را به من نگفت. رانا، تیمور در داخل گروهی نقش جلبان کار میکرد. آنها شخصیتی تیمور را معین کردند. حاضر در دستیان هست. آقای نجیب، اگر با تیمور یگون کار کنند چی؟ اگر او را کشند چی؟ نترس، در دستی ما مال قیمتشان هست. از ما هم در دستیان هست. یعنی عوض میکنیم، ساق و سلامت نجاتش میدیم، خواطر نشو. اگر نتوانیم. نترس، میتوانیم. وعده میدهید آقای نجیب شوهرم رو ساق و سلامت به من برگردانید؟ وعده میدهم، ساق و سلامت میآورم. رانا، نگران نباش، ما او را نجات میدیم. شما مردم بی‌ناموسید. داره دورا. سردید میگویم، سردید. بیهوده داد و فیران حیوان ها. حاضر آرام میشوید. نه. خوش آمدند. شما کجا بودی؟ خوش دیدیم. از برای خدا نجیب در کجا بودی؟ آدم یک زنگ میزند. بخیر است رانو؟ نپرس که راست. این چه حال است؟ کودک ها از دیروز باز بطاقت شدن، یک پیدا میشوید یک گم میشوید. وقتی این گپ ها نیست. چی گپ شده است؟ چی شده است؟ رانو، تو خوب هستی؟ خوب نیستم اپا. تیمور به کاری پنهانی رفته است. حاضر در دستی نش جلوبون، حیاتش در خطر. تو چی ها میگویی؟ او راست میگوید؟ اپا، خواطر نشوید، بسیار واهمه نکنید. تیمور را البته از آنها میگیریم، به خوبی میدهند، مصلحت میکنیم. بله، در دست همون مال آنهاست. تیمور را خدا خواهد ساق و سلامت میدهد. خدایا تا با آنها که هایند؟ برادرم فرخ. فرخی که گفته بودی، همونی که در ده یک جای کلان شدید. خودش. حاضر شاید تیمور راضیت داده ایستادند. رانا، خواطر نشو، آنها کاری کرده نمیتوانند. آها، داروی بد نبوده است. کیف کرد، در چشمانش خنده پیدا شد. کمی دیگر میخواهی؟ دف شد تو. اگر بمیرد مال را گرفته نمیتوانیم.
من این را ناکشته مالی دیگر میدهم وگرنه کلش را میبرم. آرام شو. نجیبکه میگویند که جای خواطری نیست. با گفتن آسان است. هوش و یادم دایم با است. در نزدیکی ایستگاه عمر یک میدان خالی هست. آنجا وام میخوریم. تأکید میکنم تنها میایی یا این که پارچه های تیمور به دستت میرسد. فهمیدی؟ شد بگذار گفته تو شود. آنجا میشوم. آنهایند اکا؟ بله یکون جای ترس نیست. از دیروز برای دادن تیمور راضی بودند. یگید بیا رویم. در مرکز تیاری باید بینیم. اکای نجیب با من وعده دهید که تیمور رو سوق سلامت با من برمیگردونید. وعده میدیم. خدایا توبه، این سرگردانی ها هیچ تمام شوی ندارد. هیچ. کنه خیز از جایت میرویم. با کجا میرویم؟ با تک دوزخ. اکای فروخ تو را یاد کرده است. گریه دارد، تنجر نباشد نمیشود میگوید. تو را به نزد او میبریم. نزد فروخ؟ چی گفتن میخواهی؟ مجبوریم. تو را میدهیم و تیمور را میگیریم. گرچندگی 10 تنجر به یک تیمور نمیارزد. شکر کن امر از بالا وگرنه. یعنی آزاد میشوم؟ راست میگویی. از برآمدن و در آمدن این محبس بیزار شده ای. اگر تیمور همسر داشته باشد برایش بگو که هم تقدیر میشوید. او را هم مثل حلیمه میکشم. تو بیشرفی حیوان. من نگفتم که نامی حلیمه را به زبانی حرامت نگیر. سرکمیسر پس کن. میکشم. کبوچو تیمورا خیز رفتیم. پریدید را. خیز دست و پایش را بندید. علاقه بیهوش شد. دعا کند که به ما زندهش لازم وگرنه من میدانم چی کار کنم. بیا رفتیم. اما آماده اید؟ بله سردارم. چرا این رو بستید؟ برای عمری دراز دیدنش. فهمیدم خوب کردید. من با نیازی مواد رو تسلیم میکنیم. تو با تنجر با ماشین میایی فهمیدی؟ اطاعت سردارم. ها سردارم سلاح‌های ما از درون ماشین یافت شد. بسیار خوب تشکر. سردارم شما میروید؟ بله خیری. تو اینجا ایستاده انتظار خبر شو. سردارم نخود این نش اجلام رو با اونها دید. شما که این کارو نمیکنید یا یگو نقشه دارید؟ دیگر چه نقشه هم میشد؟ طوری که میگویند پول را ده و شیرینی را گیر. مال را میدهیم و تیمور را میگیریم. نه شما حتما چیز فکر کرده اید. نیازی هم میرود. البته خیر. و جای ما خودت فکر کن. را گرد. زودتر. درا بیا نغزکک بند آمد وگرنه سرت را به هر جا زده باز باری من میکنی. صبر کن احمقی خدا زده. صبر کن.
رانا جان خوردن میخواه یگون چیز تیار کنم؟ نه کیروز به خدا دلم هیچ چیز نمیخواهد. خدایا توبت، تو هم بسیار فکری بد نکن. حتما تیمور رو گرفته میارن. نمیدونم اپا، دلم تنگ شده ایستاده است. ناخوشی رو حس میکنم، بدبختی رو. بس بیهوده غم میخوری. حاضر یگون چیز تیار میکنم، یک جا میخوریم. البته تیار کن. من چای میمونم. زن و بچه داری؟ زن دارم، لیکن یک دو ماه شده است که او رو ندیدم. با آتش بازی کردی، عاقبتش خیلی بد میشه. همسرت هم حیف میشه. با او چیزی نمیشود، او جسور است. تو غم خودت رو خور. تو مرا کشی، نجیب و یگی تو را میابند. نجیب مهم نیست، به این هم دوستی دیری نیم. دیگرش را تونچر حل میکند. ما این فیلم را بسیار دیدیم. در فیلم ها آدمان نیک غالب میبرایند. کودک‌ها چیکار کرده باشند؟ خواطر نشوید اپا، به خانه میروند. رانا بیا یگون چیز خور، بیا. رانا بیا. شکر که شما هستید. تشکر. دیروز تو را رنجانده بودیم آخر. همه کم بودی دارد، همه. و تو گفته بودم که کمربند را سخت‌تر بند. چی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ سردار او چی کار میکند؟ از کجا دانم نیازی؟ حتما یگان کار میکند او. مان کردن گیرد. البته حالا بسیار آه میکشی. تو با من حسابت رو برابر کردنی یا؟ خواطر باشه، ما یگان حساب و کتاب نداریم. دیوونه. تونجر چی شد؟ اینقدر آه و واه میکنی؟ бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома, ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. چرا نجیب نمایان نیست؟ پرس وی کجا شد؟ نجیب کجاست؟ در ماشین. شما تیمور را میدهید، ما ماشین را. همراهتون دیگر کسی نیست؟ چی خیلی که گفتید؟ من و نجیب سردار. خواهش یگانه ما تیمور را ساق و سلامت گرفتن است. نجیب در ماشین است.
بگو نجیب از ماشین برآمده دست جنباند. ای تو بر این موی لب را راست است. بگو سردارت رویش را نشان دهد. سردارم از ماشین برآمده دست جنبانید. هوادارانتان بطاقت شده‌اند. این نجیب نیست. نجیب کجاست؟ نمیدانستم اینقدر در فکر من هستی. برادر؟ نبای برادر جون. با کبوتر بگو تیمور را رها کند وگرنه کار رنگ دیگر میگیرد. این سلاح شوخی ندارد، خیلی سبک است. باز یگان بلا به سرت نارد. تیمور را سر دهید. تیمور را سر دهید. حال و مال را نگرفتیم. چیزی گفتم همان را کنید. سر دهید. رو کار تمام شد. سردار هم سری فرخ را با تپانچه نشان گرفته است. همش همین برادر. باقی مانده حیاتت را در محبس میگذرانم. اینقدر مطمئن مباش. حیات از گردش ها پر است. همه این کار رو با کدام خاطر کردی؟ برای ثروت، نفوس، همه هوس دنیاست. ثروت دنیا اونقدر زیاد نیست که مرا سیر کند. بعد صحبت میکنید. مرا دید؟ اگر دیده باشم من محو شدم. کسی تو را ندیده است. آرام شو. پلیس ها اینجا هستند. انتظار خبرند. زود از اینجا میرویم. مال را نگرفته نمیرویم. کجا میگریزی احمق؟ همه گروه به این طرف فوراً. زودتر باشید. تیمور چی شد تونچار؟ نمیفهمی ما رو بدام گرفتند. یگان داد و گرفت نیست. به من سلاح ده. احوالم خیلی بد است. آسوده باش. از اینجا میبریم. طاقت کن. تیمور سردارم کجاست؟ در همین جاست. تیمور! چی شد رانو؟ ندونم. گویا خنجری به سینه‌ام زد. ما رو هم ترسوندی. خوابی بده دیدی؟ نه خواب نبود. ای خدا جان، با تیمور یگان واقعه روی داد. انا میبینی که خندیده میدرویم. خواطر نشو. درست کش. آروم شو. خوب کن. خدا جان را در پناهت نگه دار. التجا میکنم. طاقت کن. پلیس ها آمدن. زود از اینجا میگریزیم. نجیب را نکشته به هیچ کجا نمیروم. حاضر وقتی کشتن نجیب نیست. زودتر. چه خیل نباشد باز روبرو میشویم. بیا رفتیم. سلام. تیمور خوب هستی؟ احوالش بد است سردارم. اذیت زیادی داده‌اند. زود به بیمارخانه باید بود. نیازی یاری تجلی چکسن. فوراً یاری تجلی روان کنید. سردارم کارم تمام.
به خاطر من آنها را دستگیر کنید. یک جای همشون رو دستگیر میکنیم. کمی دیگر صبر کن. نیاز یاری تاجیلی کجا شد؟ ما خودمون میبریم سردار. احوالش بد است. تونجار! قسم میخورم که شهد مرگ را از دست من خواهی چشید. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور